از رجب علی خیاط پرسیدن چرا اینقدر آرومی؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه زندگی خودم رو 5 اصل بنا کردم. دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد، پس آرام گرفتم. دانستم خدا مرا میبیند، پس حیا کردم. دانستم کار مرا دیگری انجام نمیدهد، پس تلاش کردم. دانستم پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم. دانستم که خوبی و بدی گم نمی شود و سرانجام به سوی من برمیگردد، پس بر خوبی افزودم و از بدی کم کردم و هر روز این 5 اصل را بر زندگیم یادآوری کردم. نداشتم بل سر مردت بخور